No, 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 no. Wait, 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 wait. Wait, 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 wait. وای موفق شدیم که آی 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 داشتم میخوردم وای وای نه غلط کردم بیا برو اومد لوزر فکر کنم گمش کردیم اینطور که میبینم آره انگار گمش کردیم راحت میشه فکر کنم نه فلان آره گمش کردیم نه ای وای صدا جیرش داره میاد وای وای اومد باید گازشو بگیرم وای اومد داره میرسه وای آخ وای مو شینده ایرو. وای واقعا رانندگی عالیه خوب حالا رانندگی من بده رانندگی اون بدتره میخوام یه کاری کنم خب میخوام وای داره تیزر میزنه وای برم فرار کنم ببخشید وای داره میاد وای فقط تیزر بزنه وایسا حرکت نکن وایسا یه پلن دارم وایسا اینجا قایم میشم من قایم میشم منو پیدا نمیکنه اصلا ترسی ندارم حرکت نکن بچه یه شهر هست همین نزدیکی ها همین بغل اون جلومونه باید بریم اونجا فقط ساختمونش کمه از این میترسم انشالله که بتونیم به خوشی و چیز تمام شیم اینجا قایم میشم من انشالله پیدامون نکنیم وای آخ بابا من یه کی به اینا موتور میده خدایا این منو میکشه الان بریم اینجا قایم شیم ای وای به محمد ایدلی ای وای به محمد ایدلی صد وای به محمد ایدلی آقای افسر من غلط کردم ببخشید شما هدف از این کارا چی بود دوست عزیز من واقعا هدفی نداشتم آقای افسر فقط من شرورم من بکی شما نمیخواستی فرار بچه باید فرار کنم الان دنبالمه وای فقط منو نگیر وای بابا این موتور رو کی این موتور رو داده به این پیدی واقعا چیز سختی داره وای بچه داره تیزر میزنه تیزر بزنه یه بار دیگه فکر نکنم بتونم فرار کنم چون جای بدی هم این دور برام ساختمونی نیست دلم نزا میچرخونم و میچرخم آره من یک لور 18 چرخم فقط کاش اینجا تیزر دارم نتونه بزنه بعد وقت میشم وای گی کردیم وای نزن آقا غلط کردم وای ببین آقای افسر بیا توافق کنیم وایسا بیا توافق کنیم من قلبم ضعیفه روم این نگی باشه تگون نمیکنم غلط کردم بیلاخ فکر کردی من به این زودی ها تسلیم میشم الان بریم مجا دوباره قراره دور خودمون بچرخیم دیگه دوره ولی میخوام بچه یه کاری کنم میخوام موتورشو بدزدم فقط این کار یکم آی واقعا عجیبه چطور اینجا تیزر نخوردم وای نزن وای نزن بابا کی به این پیدی موتور داد بچه یه پلن دارم خب وای ببین های افسر غلط کردم تو رو خدا من جوونم نکن باش تکون نمیکنم و این نگی من قلبم ضعیفه ببین های افسر من قلبم ضعیفه اصلا بذار پایین مثل دوتا مرد صحبت کنیم دیگه باشه تکون نمیخورم های افسر اصلا بذار پایین خدافظ دوستان فیرالپی به روایت تفسیر الان ما قرار برم اونجا با موتورات خدافظی کن های افسر بریم که داشته باشیم بچه ببین من میترسم الان بریم بره بکاپ بیاره خب بریم موتور رو یه جا آخ ببین همینجا خوبه همین تو همین خیابون پارک کنم خب همینجا پارک میکنم
و برم باش توافق کنم یکم پول بکشیم بیرون ازش. نظرتونه بچه ها؟ بریم یکم پول ببین فکر کنم داره میاد، بریم سمتش یکم پول در بیاریم. فشارخونمون هم که عالیه، هم بالا اسپیمون واقعا عالیه، یعنی یه دونه تیر بزن مردیم. ببین آی افسر ببین شما یه لحظه گوش کن دوست عزیز یه لحظه گوش کن من یه لحظه گوش دنبال یه کن مرد لباس میگردم که از اینجا آها. ندیده شما من نه قرمز بود موتور دوزه من ندیدم نه. ببین اون خود منم. خب خودم نه وایسا بابا وایسا نه گوش کن. بیا یه معامله انجام بدیم، از سر بذار پایین مثل دو مرد. آره آفرین. نه غلط کردم. ببین من موتور یه جا پارک کردم، خب تو به من یه پولی بده، من اون موتور رو بهت پس برمیگردونم. خودت هم الان وسط ناکجا آبادیم، خودت میخوای با پای پیاده بری تا اونجا؟ ببین 50 کی بده خیرش بگذاریم، تو هم منو نگیر دیگه. منم میگم موتورت کجاست. قبوله آیا افسر؟ دعا کنیم که قبول کنه بچه. بیا موتور تو خواب ببینی. موتور تو خواب نه ببین تو منو کرد میری زندان، یا موتور میدی یا میری زندان. ساکت نه بابا سیکی کشوندی دیگه مرد مومن. سیکی 50 من موتورشو بگفتم. من موتور تو گفتم کجاست الان. رو عباس پیاده تا پیدی برو. پول نمیدی؟ از شما موتور پولی بیا پول هم میخواد دست بزن بالا سر ببینم. نه این خدافظ. آی وای آقای افسر من غلط کردم. آدم ماشین موتورم چیز میکنه. تو از کجا میدونی موتورت کجا؟ کجا دیده؟ وای بچه فرار، بچه دوباره فرار. اینطوری نمیشه. این موتورشو میدونی کجاست؟ نمیدونم چطوری، شاید ردیاب داره، نمیدونم واقعا چطور فهمیده موتورش اونجاست. بچه باید همین خونه ها بریم بالا سقف این خونه، یکی از خونه ها، فقط دو کنیم که نمیریم. الان فشار خونمون خیلی پایینه. همینجا قایم میشیم انشالله که ما رو پیدا نکنه. صداش وای اینجاست بچه. وای یه بچه مذاکراتی کنیم.
خب بچه ها قرار هم گذاشتیم که 100 که بهش بدم، ولی زد زیر حرفش. باید الان فرار کنیم. به نظرم بریم سمت دریا، جالب میشه چون موتورشو دیگه نمیتونه تا دریا بیاره. به نظرم بریم بپریم تو دریا الان. وای وای از بیخ گوشم داره میگذره. این وقتی فاصله زیاده تیزرش کار نمیکنه. بریم تو آب و الان فرار، فقط فرار. بریم اونور، احتمالا بتونم پارکینگ چیزی پیدا کنم. اونور میره سمت آرمینا، چیزی نیستش. اما کن جای وای داره میاد میره اونور. بریم اینور دوباره از همونجا فکر کنم یه خونه دیده باشم. اینور یه خونه هست، بریم داخل اونجا پناه بگیریم دیگه. دعا کنیم که دنبال ما نیومده باشه. انشالله که گمش کنیم دیگه. حوصله‌اش واقعا نمیدونم دیگه بکشه که بیاد زیرا با ما یا نه. خب دوستان ما تونستیم گمشون کنیم. امیدوارم لذت برده باشین از ویدیو. ممنون که تا اینجا همراهیمون کردین و نگاه کردین به این ویدیو. اگر دوست داشتین بازم از این سبک بذارم، نظرتون رو تو کامنت بگین. ممنون از دوستان که کمک کردن در ساخت این ویدیو. با اجازه شما خدا نگهدار.